سلام. اگه فکر میکنین برای فروش خونتون فقط کافیه اونو لیست کنید و منتظر بمونید، باید بگم بازار املاک دیگه مثل قبل نیست. یادم میاد عید نوروز 2022 بود، یه خونه لیست شده بود. من درخواست بازدید دادم، اما چون مشاور فروشش مهمونیای سال نو بود چند روز، حتی بعد از یه روزم وقت نکرد که تاییدش کنه. خونه خوبم لیست نشده بود، ولی بعد از یک هفته فروخته شد. ولی الان چی؟ بعد از هر بازدید اونا زنگ میزنن و میپرسن که آیا آفر دارید یا نه. پس اگه میخواین خونتون فروش بره، اونم تو این بازار، خب توصیه اول من اینه که یه ذره صبر کنید تا بازار بهتر بشه. ولی اول حسابی خونتون رو تر و تمیز کنید، از یه عکاس حرفه‌ای استفاده کنید، استیجینگ کامل و مناسبی انجام بدید و قیمت گذاری رو خیلی دقیق انجام بدید. یه مثال براتون بزنم. یه خونه عالی تو محله خوب، راوین، بدون آمادگی لیست شده. الان مشاور املاکش نامه فرستاده و یه نقشه و یه فاکتور لوله کشی 16500 اتچ کرده که فقط با 16500 دلار میتونید اینو درستش کنید. خب درست میکردی، بعد میومدی تو بازار. یا این یکی رو نوشته اگر خونه رو بخری زیر زمین رو تمیز میکنم، یه دونه ورودی مجزا هم براتون میزنم. خونه اول باید بدرخشه تا دل خریدار رو ببره و الا تو این بازار فروش نمیره. شاد باشید.